इस वक्त हम कुंभ में मौजूद हैं, ईरानी अवाम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। این جانب به نوبه خودم میخوام از مردم غیور کشور دوست و همسایه‌مان پاکستان تشکر کنم، خصوصا اون بچه‌های جوانمردی که روز اول بدون اسلحه وارد سفارتخانه آمریکای منحوس شدن و بعضا به شهادت رسیدن. پرچم ایران و پرچم پاکستان هر دو در یک مسیر و یک هدف با هم انشاءالله پیش خواهند رفت به امید جشن پیروزی و نابودی اسرائیل و آمریکا. تشکر میکنم از همه شما عزیزان پاکستانی. خیلی ممنون از شما. پاکستان که رهبر معظم شهیدمون فرمودند مردم پاکستان، شیعیان پاکستان بسیار مردم دوست داشتنی هستن. ما خیلی دوستشون داریم و اینجا که میان از دیدنشون خیلی خوشحال میشیم. سلام ما بهشون برسونید. خیلی ممنون. خدمت مردم عزیز پاکستان که جمعی از مردم عزیز پاکستان در این موکب کنار ما هستند و مثل ما ایرانی‌ها پرچم ایران رو بلند کردن، پرچم اسلام رو بلند کردن. با تمام سختی‌هایی که دارن، با تمام مشکلاتی که دارن، این سختی‌ها رو به جون خریدن. تو این سرما دور هم جمع شدیم، ایرانی و پاکستانی با هم هیچ فرقی نداریم، ما جفتمون مسلمانیم و زیر پرچم اسلام با هم جمع شدیم. انشالله به زودی زود کفرم نابود میکنیم و پیروزی اسلام و تمام جهان مسجل میشود انشالله. خیلی ممنون. سلام باشید.